خرزو چیزی هستی؟ خوبم دوی جون. تو چیزی هستی خرزو؟ خوبم مرسی. حاقت قاریه؟ خدا رو شکر برادر. خدا رو شکر. این همه سال کجا بودی داداش؟ حالا واسه این حرفا وقت زیاده خواهر. الان من بگو که بابام کدوم تیکه زمین به نام تو زد؟ لبه جاده بود 1100 متر. مینک؟ حلقه و برق گاز داشت. راستی که نیم؟ همه رو داد به نام من دیگه. من یه فکر خیلی خوب دارم. جان. من میگم این زمین به نام من بزن، من توش بسازم، اجاره بدم، سودش نصف. به بعد میگم خرزو؟ اولی. باید با بابایی حرف بزنیم. بابایی چرا؟ چی میگی بابایی؟ بابایی دعوا میکنه. بابایی چی کار داره بسر؟ برو راسته. من غریبوه. تمام. میزنم به نام داداشم. قربونت خواهر. داداش تو جان بخوا این چشم. زمین به نام من بزن، فردا با هم میریم مزار. خب فردا چشم. به نام من زدی، من سریعا فلق الفجور توش میسازم، به اجاره میدیم، سود نصف. خدایا شکر که داداشم برگشت. من به خاطر خودم میگم.